The world is surely changing. Oh my God, things are not the way they used to be. Boy, 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 as far as my eyes can see, seems the old is waiting, anticipating. Could it be that it's all in vain? Could it be it was written down this way? Where most people just don't care anymore. Stock markets and money is the order of the day. Kunkure, Santa Tagmare. Kunkure, Santa Tagmare. Airport, you know, when we fly back, we still have 2 hours yet to drive. Nobody's got to go to the airport to do something. این آشش اینجاست. میتونی بری بهش سلام کنی. برو بهش سلام کن. آخرای شب بود که ما رفتیم فرودگاه. دیر وقت بود، ساعت 11 نشده بود. فکر کنم 10:50 اینا بود که فرودگاه پرواز کردیم. قبل‌تر با ما گفته بودن که تو ته پرواز غذایی به ما نمیدن، اما خب با این حال یه وعده غذا دادن که برنج کمی داشت. ما معمولاً با غذاهامون برنج بیشتری میخوریم. کاش یه مقدار برنج غذایی که به ما دادن بیشتر بود. وقتی رسیدم امریکا با دوست قدیمیم تان آشنا شدم. کارمند سازمان ملل به من گفتش که میتونم با تان که خیلی وقت بود ندیده بودمش یه جا باشم. خیلی خوشحال شدم وقتی کارمند سازمان ملل و مترجم به من گفتن که با تان میتونم تو یه جا باشم. این خیلی برای من خوب بود. چه احساسی داشتی وقتی رسیدی و افراد زیادی رو دیدی که اومدن به استقبالت؟ از جمله همه اون کسایی که اومده بودن به تو خوش آمد بگن به خاطر ورودت به امریکا. افراد زیادی بودن، نمیدونم چی بگم. خیلی خوشحال بودم اومدم امریکا. میدونی هدفم این بود، خیلی خوشحال بودم. من در نهایت اینجا بودم و اولین قدم هامو برداشته بودم. خیلی خوشحال بودم که اینجا تو امریکا. سوار آسانسور شیم. همسی بگو ببینم تا اینجا که اومدی نظرت راجع به امریکا چیه؟ چی فکر میکنی راجع به اینجا؟ اینجا نمیتونی ماشینتو هر جا که دوست داشتی پارک کنی. باید پول پارکینگ بدی. من تا حالا توی هواپیما رو ندیده بودم و سوار هواپیما نشده بودم. فقط یه بار روی زمین هواپیما دیده بودم. اولین پرواز، دومین پرواز، سومین پروازی که سوار شدم از همه ترسناکتر بود. ترسناکترین پرواز همونی بود که منو به سیاتل آورد. خیلی غمگین و ناراحت بودم چون هیچ کس رو توی هواپیما نمیشناختم و تنها سومالیایی بودم که توی اون پرواز بودم. همون که نزدیکته، اون نزدیکترین به خودت. یعنی با اون سوراخه تنظیمش کن. خب آها درست شد. همین مال تو کنار خودته. اینطوری بنداز رو شونه هات. برای همین ترسیده بودم و غمگین بودم. سومین پرواز من آورد سیاتل و وقتی چشمو باز کردم شکر خدا یه مرد سومالیایی دیدم که ازم مراقبت میکرد. دیگه خدا رو شکر نمی ترسیدم و از اونجا به بعد دیگه خیلی خوشحال بودم.
Is that his bag? Yeah. Huh. خیلی سرد بود. مالزی خیلی گرمتر بود. وقتی رسیدم شیکاگو فکر کردم خب زیاد سرد نیست، حتی خب مردم میگفتن سرده. ما تو سالن انتظار فرودگاه بودیم. وقتی که رفتم بیرون خیلی سرد بود، یخ بود. نمیتونستم حتی یه دقیقه بیرون وایسم. این اصلا من به این هوای انقدر سرد عادت ندارم. خیلی سرد بود، داشتم یخ میزدم. Japan ในลีของพอลจะซุ่มแขกได้จะซุ่มแขกด้านไทยหรอจิงสังผมจิงสังในสักอีของมาซุ่มนั่งซุ่มมาลีซุ่มว่ามาลีซุ่มตัวเป็นต่ำได้หลายวันนะมาลีซุ่มสอบวางด้วยของได้หลายสอบวางสอบแหละซ้อมเป็นแบกซ้อมมั้งอ๋อแขกซ้อมซ้ำเลยเบียซ้อมเบียนั่นช่วงไงสุดว่าเกี่ยวซ้อมที่จะมองในเจ้าก็พี่เขา不能帮平凉讲哎همسی تو اولین نفری هستی که میری تو. نه ترس، برو تو. بچه ها بفرمایید روی این صندلی ها بشینید. این دوتا تختم مال شما دوتاست بچه ها. ما در این مبلم در واقع تخت شماست. این دوستانی هم که اینجا هستن وقتی که دارن به شما طرز استفاده از یخچال و گاز و بقیهش وسایل خونه رو یاد میدن ازتون میخوان که فیلم برداری بکنن. You guys hungry now? تا جایی که من فهمیدم مریم وقتی ما رو دید خیلی خوشحال شد. پرواز طولانی داشت. طبق اون چیزایی هم که خودش میگفت تو هواپیما هیچ کس نبوده که باش حرف بزنه. به خاطر همین وقتی ما رو دید که سومالیایی حرف میزنیم خیلی خوشحال شد و آروم شد. بچه‌هاش هم همینطور. همه از این که یکی رو پیدا کرده بودن که اونجا سومالیایی حرف میزد خیلی خوشحال بودن. مریم میخواست با مادرش تو اردوگاه تماس بگیره و من این شانس خیلی بزرگ رو داشتم که وقتی اولین بار مریم با مادرش میخواست حرف بزنه صداشون رو بشنوم. مریم خیلی نگران سلامتی مادرش بود و ازش میپرسید که آیا خواهرش از تلمبه آب آورده، بزها از چرا برگشتن. میدونی خیلی خوب بود که دیدم تونست با خانواده‌اش حرف بزنه و به اونا بگه که حالش خوبه و سالمه و اینجا جاش خوبه. این خیلی خوبه که این مریم میتونه با خانواده‌اش تماس بگیره و از حال خانواده‌اش باخبر باشه. اینجا چقدر گرمه. شما فکرشو کرده بودین خیلی گرم و خوبه.
اینجا هم چند تا کتاب برات گذاشتم که میتونی بخونی. کیفتو هم میتونی اونجا آویزون کنی. دیشب رفتیم دنبال یه مرد اهل برمه که احتمالاً بیشتر از 24 ساعت توی هواپیما بود و همش تنها بود. بعد اون به یه دوست خیلی نزدیکش پیوست و از اون را به بعد دیگه خیلی هیجان زده بود. یه لحظه کاملا خیالیه. بالاخره اومدین اینجا و حالا چیکار میکنین؟ آوردیمش به آپارتمانش و گذاشتیم شام بخوره، چون بعد از 24 ساعت بالاخره احتیاج به یه غذای آشنا دارین. میخواین استراحت کنین و دیگه فکر نکنین. اما معلوم بود که خیلی خیلی خسته است. بعد از استراحت و غذا راهنمایی امنیت خونه رو انجام دادیم. خب از آشپزخونه شروع میکنیم. خیلی مهمه که راهنمایی امنیت خونه رو بلا فاصله و تو همون شب اول انجام بدین، چون که ما که پیششون نمیمونیم. برای راهنمایی امنیت خونه باید به تک تک اتاقای خونه بریم، بعد به تمام وسایل سر بزنیم، مثلا اجاق گاز، نحوه کار شعله ها، فر، وسایلی که شاید تا حالا هیچ وقت استفاده نکرده باشن، مثل ماشین ظرفشویی یا ماشین لباسشویی. و بعد ما باید مطمئن بشیم که میدونن این وسایل برای چه کاریه و ازشون چطوری استفاده کنن. بعد روز بعد وقتی که غذاشون رو خوردن و حموم رفتن و به زندگی عادیشون برگشتن، میتونن این کارا رو انجام بدن. روز اولی که اومدم اینجا، من از ساختمونا و فرودگاه بزرگی که شما اینجا دارین تعجب کردم. راستشو بخوای هنوزم تعجب میکنم. مردم از کشورهای دیگه میان و فکر میکنن تو خیابونا پول پیدا میکنن و اینجا زندگی خیلی آسونه، اما خب این درست نیست. امریکا کشور خوبیه، تنوع زیادی داره، قومیت‌های خیلی زیادی اینجا هستن که همه با هم به سختی کار و زندگی میکنن. من ساعت 5 صبح بیدار میشم برای نمازمو که میخونم با ماشین راه میفتم به سمت فرودگاه. من تو فرودگاه کار میکنم. شوفرم، در اصل راننده ماشین الکتریکی هستم. کار ما اینه که مسافرها و آدمایی که اصلا در چرخدار استفاده میکنن از هواپیما پیاده کنیم و سوار ماشین الکتریکی کنیم و به سمت ترمینال بیاریم. این کاریه که من انجام میدم توی فرودگاه. ما سال 2008 عراق رو ترک کردیم و خب با توجه به زندگی که اونجا داشتیم این کار آسونی نبود. من دزدیدن. جرم من این بود که انگلیسی بلد بودم. این مشکل بود، با من بدرفتاری کردن. اصلا نمیخوام دربارش حرف بزنم، خیلی دردناکه. من با امریکایی‌ها کار کردم، با ارتش امریکا. راننده جرثقیل بودم تو ارتش و خب قاعدتا ارتش خیلی به من کمک کرد.
بهم گفتن که مازن اگه یه بار دیگه بگیرنت میکشنت. خب اصلا ابدا، شکر خدا خیلی کمکم کردن. تصمیم گرفتیم تو امریکا باشیم. میدونی باید میرفتیم، باید زندگی جدیدی برای خودمون میساختیم. ما تصمیم گرفتیم که به امریکا بیایم و زندگیمون رو اینجا شروع بکنیم. هیچ وقت نمیگم اینجا همه چیز عالی و آسونه، نه، زندگی اون قدم راحت نیست، اما خب میدونی لااقل احساس امنیت میکنی، میری سر کار و سالم برمیگردی خونه. نعمت بزرگیه. تو عراق هیچ تضمینی نیست. اکثر پناهنده‌هایی که به ایالات متحده میان حدوداً بین 3 تا 6 ماه طول میکشه تا اینکه بتونن اولین کارشون رو در امریکا پیدا کنن. البته بعضی از پناهنده ها ممکنه یک مقداری زودتر از این زمانی که گفتم کار پیدا کنن. ما به همه پناهنده‌هایی که میان امریکا توصیه میکنیم که اولین پیشنهاد کاری که میگیرن رو قبول کنن. به علاوه این که اکثر پناهنده‌هایی که میان اینجا حالا هر درجه تحصیلات یا تجربه کاری که قبلا داشتن، اولین کاری که تو امریکا پیدا میکنن در واقع فقط یه جور شروع کاره. معمولا توی صنایع تولیدی کوچک یا صنایع تولیدی سبک یا فرآوردهای غذایی یا توی بخش خدمات کار پیدا میکنن. معمولا سازمان اسکان موقت به شما کمک میکنه که بتونید کار اول خودتون رو توی امریکا پیدا بکنید و مشغول کار بشید. من خیلی ناامید بودم. ساعت 8 شب بهم زنگ زدن. رئیسم ریتا بود، خدا حفظش کنه. ازم پرسید میخوام کار کنم. گفتم خب بله معلومه، چون نه من کار میکردم و نه همسرم هم کاری نداشت. بعد ریتا بهم گفت ساعت 6 صبح یه ماشین میاد دنبالم و منو میبره کارخونه. گفت کارمون خیلی ساده و آسونه. ازش پرسیدم فکر میکنی من مناسب این کار هستم؟ گفت معلومه. بعد گفتم همه مدارکمو آماده کنم چون ما کارت اجازه کار و کارت ملی داریم و میتونم بلافاصله کارمو شروع کنم. صبح زود خوابم نمیبرد چون باورم نمیشد میرم سر کار و به همسر و فرزندام کمک میکنم. ماشین ساعت 6 صبح اومد دنبالم و منو برد کارخونه و همه مدارک کارم هم آماده بودن. همون روز کار رو شروع کردم. اصلا انتظارشو نداشتم. خیلی تعجب کرده بودم. اومدم سر کار توی کارخونه و خیلی خوشحال بودم. وقتی رسیدیم به کارخونه من رفتم کافتریا و یه کارت بهمون دادن که روش اسم خودمونه و اونو میزنیم توی ماشین. اول روز ساعت میزنیم. بعد سرپرستمون ما رو میذاره سر یه ماشینی که با اون ماشین کار کنیم. گاهی من روی ماشین شماره 7 کار میکنم، اما میتونم روی هر ماشین دیگه هم کار کنم. ماشین شماره 10 یا ماشین شماره 9 مشکلی ندارم. گاهی وقتی که پلاستیک در میاد میریم سر یه ماشین دیگه. بعداً اون پلاستیک‌ها رو میفرستیم به فروشگاه ابزارآلات. وقتی هم که کارمون تموم میشه باید دوباره بریم کافتریا، یعنی صورتمون رو میشوریم، بعد میریم کافتریا، بعد با همون کارتی که اسممون روش بوده ساعت میزنیم و بعد میریم. همین. اینجا بله یک هدف داری، اینجا یک انگیزه داری، برای بچه هات آینده در نظر داری. در دبیرستان درسشون خوبه. بعد از 906 روز که تو امریکا هستیم حالا از دبیرستان فارغ التحصیل شده. پسرم از راهنمایی فارغ التحصیل شد و رفت دبیرستان و دخترم از دبیرستان و رفت دانشگاه. چرا کار میکنیم؟ چون هدف داریم. هدف ما از این کارا چیه؟ هدف ما خانواده است.
اجاره خونه، قبضای آب و برق. شکر خدا ماشین داریم. من ماشین دارم، کارم 20 دقیقه رانندگی با خونه فاصله داره و من سالم به خونمون برمیگردم. پولی که من میگیرم برای پرداخت قبضا کافیه. میدونی من خدا رو برای همه این چیزایی که دارم شکر میکنم. برو طرف مامانت، برو طرف مامانت تا دکمه قرمز رو پیدا کنیم. کمربند رو ببر اون طرف گردنت، اون طرف رو امتحان کن، بکشش بالا، اون طرف سفترش کن، سفتر. marka ka warrama xalay safarkii iyo maaragtay seed dareemaysaan jidkii dheeraa ay soo marteen markaan hadda diyaaradaas iyo walaasta maxaan soo maray oon imaado waxaan ka cabsoonayay inaan qof aan garanayo aan waayo haya sida hadda adiga oo kale caban halkan kale iga soo baxday aad baan u farxay sax haddii si aan goyn lahaa aad baan u farxay sax aad baan kuugu maadanaya aan kuugu farxay macnaha Soomaali oo kula luqad ah oo kula luqad sax haddan aad baan kuugu faraxsanahay aragtidaada sax maasha Allah mahadsantahay هدف این جلسه اینه که اولین راهنمایی شما باشه، شما رو با این پروژه و با این اداره آشنا کنه. همه مشتریای ما وقتی میرسن مدارک زیادی دارن که باید تکمیل بشه. ما مدارک زیادی رو توی دفتر تکمیل میکنیم تا اونا رو با پروژه‌مون آشنا کنیم. همچنین برنامه‌ای با بیمه اجتماعی و خدمات محلی داریم. وقتی به این جلسه میرن بعد خب مدارک بیشتری پر کنن و ممکنه خیلی طول بکشه. صبح بخیر. میخوایم بریم شماره سوشال سکیوریتی بگیریم. Vượt ná thế này em có khả năng mò tao có tạo biết We need to apply for security number so he can apply for jobs. We can apply for the public benefits he will receive. He asks how long it's gonna be take Social security number. He will receive it between 10 days, 10 till 14 days. Dunia ki pan na siya ki pan ni som na ki ka lang nga the ni chi. Tu len na sa siya he asked me that can I get immediately after I get the social security card the job? Yes, we have a employment specialist in our office, and she will meet with him after we get done with social security number. اولین روزی که یه پناهنده میاد دفترمون مصاحبه اولیه رو انجام میدیم و کاغذبازی‌های زیادی داره. خوش اومدین، خوشحالم میبینمتون، سر حال اومدین، امروز خوب هستین؟ خب اول با فرم رضایت شروع میکنیم. این فرم به ما اجازه میده که اینجا در دفتر خدمات خانواده لوترن به شما خدمات بدیم. میدونیم پناهنده‌ها باید فرمای رضایت و تقاضاهای زیادی پر کنن و با یک حجم زیادی از اطلاعات روبرو میشن.
ما باید بدونیم که این فقط شروع قضیه است. اطلاعات دوباره کم کم به اونا داده میشه، چون ما میدونیم که حجم این اطلاعات خیلی زیاده. اونا نمیتونن همه چیزو از همون اول متوجه بشن. Hi, this is Jessica, employment specialist. Nice to meet you. فکر میکنم مهمترین چیزی که مردم وقتی وارد آمریکا میشن باید بدونن اینه که خیلی سخت خواهد بود. اینکه بلافاصله باید کار توی این سیستم پیچیده رو بفهمین. پس باید صبور باشین و بدونین که چالش هایی هست و همه اینا یک شبه اتفاق نمیافته. شما توی 6 ماه اول کار پیدا نمی کنین. شاید مثلا تا 1 سال اصلا ماشین نداشته باشین. فقط باید بدونین که یک چالش هایی وجود داره. خیلی برگه‌های زیادی امضا کردید. دقیقاً هم نمیدونستید چی دارید امضا میکنید. در این مورد چی فکر میکنید؟ درباره این همه کاغذبازی چه نظری دارید؟ نگران نبودم، چون من رو همه جا برده بودن و به من کمک کرده بودن. من میدونی راستش اصلا نگران نبودم. میدونستم که اونا اونجا هستن که کمک من باشن و هوای منو داشته باشن. خب فکر کنم تموم شد. خیلی ممنون که امروز اومدین. خیلی ممنون، مرسی. من امیدوارم تو امریکا فرصت‌های خیلی بیشتری برای پیشرفت داشته باشم. من اینجا تو امریکا میتونم نسبت به کشور خودم درآمد خیلی بیشتری داشته باشم. درآمد ساعتی اینجا تو امریکا بیشتر از درآمد ساعتی تو مالزیه. در ضمن اینکه اینجا تو امریکا من دیگه مثل مالزی نمیترسم. من وقتی تو مالزی بودم جرئت نداشتم برم بیرون تو خیابون، مگر اینکه پاسپورت یا کارت شناسایی چیزی همراه خودم داشتم. من میتونم اینجا بدون اینکه از چیزی بترسم برم بیرون و تو خیابون قدم بزنم. Who, where, what time? Who, where, what time? اگه اینجا کار پیدا کنم و زبان یاد بگیرم، طبیعتاً زندگی میدونی خیلی آسون تر به نظر میرسه برام. تو فرهنگ ما بعضی افراد به خصوص آدمای مسن‌تر دوست دارن انگلیسی یاد بگیرن. میدونی انگلیسی اینجا خیلی مهمه. اگه انگلیسی نتونی حرف بزنی نباید البته نگران باشی، اما خب بهتره که انگلیسی یاد بگیری، چون میتونی با کسایی که انگلیسی حرف میزنن ارتباط برقرار کنی. هر جا میخوای سفر کنی، میدونی چون تو این کشور زبان رسمیشون انگلیسی، اینجا همه انگلیسی حرف میزنن. اردوگاه پناهنده‌ها سطح زندگی خیلی پایین بود. وقتی به زندگی تو امریکا فکر می‌کردم دلواپس می‌شدم. امریکایی‌ها مردم تحصیل کرده‌ای دارن و ما از نظر تکنولوژی خیلی عقبیم. می‌ترسیدم چون هیچ تخصصی ندارم. من 1 ساله که اینجا زندگی می‌کنم و دارم با سیستم تطبیق پیدا می‌کنم. ما میتونیم همون کاری که مردم اینجا دارن انجام بدیم. درسته نمیتونیم شغلای مهمتری که تو کشورمون داشتیم پیدا کنیم، منتها باید شروع کنیم. اینجا تبعیض نیست و خب این به ما کمک میکنه. ما تو کشورمون زندگی خیلی سختی داشتیم. همه اومدن آمریکا. وقتی همه رفتن ما هم فکر کردیم زندگی تو آمریکا بهتره، نه فقط برای ما بلکه برای بچه‌هامونم. تا حالا همه چیز خوب بوده. من توی دبستان ایندیان کریک درس میخونم. معلممون خانم ورشله، خودم هم شاگرد کلاس 2 هستم. گاهی همبرگر میخورم، گاهی آب پرتقال میخورم،
بعضی وقتا چیپس میخورم. ساعت 7 صبح میرم مدرسه، بعدشم حدود ساعت 2 بعد از ظهر برمیگردم خونه. خوبه، دخترم میره مدرسه، انگلیسی خیلی خوب صحبت میکنه. وقتی هم ازش میپرسم صبحانه میخوره میگه که توی مدرسه میخوره، ترجیح میده صبحانه‌شو تو مدرسه بخوره. تا حالا که چیز زیادی ندیدم، اما خب در مقایسه با آفریقا و اون زندگی که من انتظارش رو داشتم، تا حالا این چیزایی که دیدم خوشم اومده. اونجا خیلی سخت بود، ما خیلی میترسیدیم و امکان تحصیلات هم نبود. اینجا خب امکان تحصیلات هست، البته جایی برای مقایسه نیست. منم هنوز چیز زیادی ندیدم، ولی خب بچه‌هام اینجا آینده دارن و من خودم هم احساس امنیت میکنم. خب یک کلاس 8می داریم، یک کلاس 4 و یک کلاس 8. برای خانواده‌های پناهنده‌ای که بچه دارن، ما بچه‌هاشون رو توی مدرسه ثبت نام می‌کنیم و بعد مطمئن میشیم که واکسن‌هاشون رو به روز کردن و رفت آمد بچه‌هاشون رو براشون تدارک می‌بینیم و به هر حال اونا رو وارد مدرسه می‌کنیم. هدف اول ما اینه که هرچی زودتر بچه‌ها رو به کلاس درس برسونیم. تا ما منتظر همه مدارک هستیم، بچه‌ها میتونن یادگیری رو شروع کنن. ما فکر میکنیم هر روز و هر دقیقه مهمه. حاضری؟ شماره 2. کدوم کلمه به این عکس مربوطه؟ الف، ب یا پ؟ الان ما یه امتحان استاندارد داریم که باش تعیین سطح کنیم و بفهمیم که دانش آموز تو چه سطحی است. 4 تا سطح وجود داره. خب سطح 1، 2، 3 و بعد اینا منتقل میشن. بعد بر اساس سطح اونا معلم انگلیسی که میاد باشون کار میکنه. تا اینجا هر کسی تصوری از سطح دانش آموزا داره و بعد دوباره همون امتحانی که قبلا گرفتیم میدن تا ما بفهمیم که این دانش آموز چقدر تونسته پیشرفت کنه. Good job. Very good. وقتی اول اومدم اینجا یک کلمه انگلیسی بلد نبودم و خیلی سخت بود که یاد بگیرم. یعنی واقعا برام سخت بود. بعد رفتم مدرسه. منو فرستادن مدرسه اینترنشنال سنتر. اونجا یک کلاس انگلیسی بود که مخصوص پناهنده ها بود. بعد کم کم متوجه شدم و شروع کردم با اونا حرف زدم و البته فرق میکنه وقتی که شما با یه پناهنده انگلیسی صحبت میکنی یا با یه کسی که اینجا به دنیا اومده و زبون انگلیسی رو بلده صحبت میکنین. حالا میبینین که الان بیشتر بلدم. سال آخر هستم و سال دیگه فارغ التحصیل میشم و بعدش میرم دانشگاه. میخوام برم دانشکده داروسازی درس بخونم که حدوداً 6 سال بعد از دبیرستان طول میکشه و بعدش دیگه درسم تموم میشه. بهترین نکته زندگی اینجا تحصیلاته. اگه شما میخواین داروساز بشین بیشتر از یه شانس دارین که بتونین داروساز بشین یا اصلا اون شغل آرزوهاتون رو داشته باشین. من خیلی از اون فرصت تحصیلی که اینجا دارم راضی هستم. اما خب نقطه سخت اینجا فرهنگشه، چون شما به هر حال از یه پیشینه فرهنگی کاملا متفاوت میاین و گاهی وقتا دیگران فرق اون فرهنگ ها و زبون ها رو با همدیگه نمیتونن بفهمن. سلام، بفرمایید. خواهش میکنم. حالتون چطوره؟
مدارک پزشکیتون رو امروز آوردین همراهتون؟ بله بسیار عالی، خیلی ممنون. وقتی پناهنده ها وارد این کشور میشن ما ازشون یه آزمایش سلامت میگیریم و بهشون واکسن میزنیم. بعد قد و وزن و علائم و دمای بدن رو اندازه میگیریم. بعد یه آزمایش سر تا پا انجام میدیم که شامل سوالات زیادی درباره سیستم بدن میشه. 126 روی 86. خب فشار خون خوبیه. آزمایش سلامتی برای اینه که ما مطمئن بشیم پناهنده کاملا صحیح و سالمه، که دیگه مسئله‌ای نیست که لازم باشه ما بعداً پیگیری کنیم. وقتی یه پناهنده میره آزمایش پزشکی ازش خون بگیرن و یک سری واکسنای لازم رو بزنن. این واکسن‌ها خیلی مهمن چون بعداً برای اینکه پناهنده بعد از 1 سال بره گرین کارتش رو بگیره این واکسن‌ها براش لازمن. پس ما اینجا مطمئن میشیم که پناهنده همه قرارهای واکسیناسیونش رو میره و هیچ کدوم از قرارها رو از دست نمیده، که بعداً وقتی میخواد بره گرین کارت بگیره دیگه هیچ خرج اضافی براش ایجاد نشه. و خب این یکی از کمک‌هاییه که ما اینجا به پناهنده ها میکنیم. سلام مادر بزرگ. سلام مادر بزرگ. حالتون چطوره؟ چی کار میکنین؟ خوب هستین؟ بفرمایین بشینین اینجا. همینجا بشینین. بفرمایین راحت باشین. من پدر مادرم آوردم اینجا. مادرم معلوله و نمیتونه درست راه بره و یه مقدارم مشکل شنوایی داره، اما خب اینا یه پرستار دارن، قند و فشار خونشون رو اندازه میگیره و کمک میکنه که توی بیمارستان وقت بگیرن. حالا فشار خونتون رو اندازه میگیرم. فشار خون. پدر پرستار نمیخواست، گفت من خوبم اصلا پرستار لازم ندارم. خب منم کنسل کردم. همسر شما پرستار داره. شما خودتون پرستار نمیخواین؟ چرا پرستار نمیخواین؟ من میتونم راحت راه برم، اما خب همسرم نمیتونه. همسر مشکل شنوایی هم داره، نمیتونه درست حرف بزنه، برای همین من پرستار لازم ندارم. من از وقتی اومدم امریکا توی فروشگاه لوازم دست دوم فروشی کار میکنم. 2 سال اینجا کار میکنم. خب دیگه چی میخوای برای ناهار بخوری؟ من فقط یه پرتقال میخوام بردارم. من تنها کسی هم که تو خانواده کار میکنم و خب پولی که میگیرم از محل کارم برای اجاره خونه کافیه. بعد از اینکه قبضا رو پرداخت میکنم پول تموم میشه. به زور پس انداز میکنیم، گاهی $100 گاهی هیچی، همینجوری تموم میشه. چطوری تونستی این کارو تو فروشگاه پیدا کنی؟ مدیر پروژه‌ام به من کمک کرد. تو نپال من شنیده بودم که امریکا جای خوبیه که فرصت‌های کاری خیلی زیادی هم توش هست. برای بچه‌های مدرسه‌ای، افراد مسن، جای خیلی خوبی میتونه باشه امریکا. میدونی این چیزیه که من شنیدم، اما وقتی اومدم امریکا تنها بودم چون دلم برای زندگی اجتماعی تنگ میشد. زندگی ما خب تو نپال خیلی با امریکا فرق داشت، اما بعد از چند ماه زندگی تو اینجا به محیط امریکا هم تونستم عادت کنم و خب میدونی الان بعد از این مدت احساس خیلی بهتری دارم. سلام، کسی خونه هست؟
میشه بیام تو؟ منو گروه فیلم برداری. بیا برو باشون دست بده، بیا برو بهشون سلام کن. مریم خیلی خوش شانس بود که تونست بود پناهنده‌های جدید رو توی همسایگیش پیدا بکنه و به محض اینکه همسایه‌ها رو دیده بود تونسته بودن با هم ارتباط برقرار بکنن، در مورد آپارتمان‌ها با هم حرف بزنن، اینکه چه وسایلی خریدن و تجربهشون وقتی که رسیده بودن فرودگاه. مریم خیلی خوشحال بود که تونسته بود پناهنده‌های جدید سومالیایی دیگه‌ای رو پیدا بکنه توی همسایگی خونه‌شون. واكن مريكان واتنا هسود دو واشنطن واتنا واشنطن وصعدا ضد هذا واشنطن زياره واتنا انا مغيغا مدينه عاود انا ليدهاي هيرك سمايا هاي كاكو ما كيمادي هاي مريم حسن باليدي واكن برشو ناقصنا سمايا كيمادي هيرو افالي وسقا درس لنا هاي واحد دب ما جرى ما فهمت hortaada meeshaan la wareeray oo la dhume hadda alxamdulilah waa la digayba darasaana rabaa iyo hebel ii keen iyo waxaas waxabahaas murjiini meeshaan murug waxaas ma yaalan anagu ku cusubnay hadda kulli maana kala baran dib bal aniga hortaa 3 biloodaan deganay bishana 3 ay tahay waxaan aad walaalahan aad sheegayso hortaada soo baray biyaha cad weyn ma wax kale cunayeen male أنا أفر إذا كنت حد ديار صورة عادي أنا كأفر ديار صورة أنا وحبا أمر أركين بأفرت ديار صورة يعني مربى إلهي دي صورة في كاكو ما بقت غير صورة في ما يصير حد دياراتي سيد حدا أنا نقول بدنيت أنا قلت أفرات الحمد لله وحشي قد البواي هاي مرة كانت تجي ما قا وجوتها ما معلومات هو هذا بابا قرنا يعني هذا مالي يوم الإسلام كي الحوار يرتوي ما قد جدا ما صدق حبيبنا أفر بيني ما قرنا هذا حنجة أفر هبين أي أفرت هبين محاد أركت أفرتاس والله لبدي هبين هرب أنا سيحان هي محاوسة هاويس هبين دم بالله وان سيحان هي محاوسة هاويس لبدي بره هره لبدي هره هدي وح أنقرنا يبغى مبانا كنده هي يوح مرينا إله وان ويا هي لبدي هبين دم بان وح مرين إله وان أوكي ما مسلم وياي حد أدنى ما أنت بأنا فرح سنة أدي أنا وكل فرح سنة هاي مركا مسلم وياي marka meeshan dadka joogan dadka kala taa degan yihiin wax dhib ay ka waan ma jirtay aniga 4 saac 3 saac 6 saac 7 saac ay ka wax ma ay ku dhimaan ma jirtay afkooda aqaani ma ahna ay kana wax ku dhimaan ma jirto wax ay ka fiican ilaaha ma uumin dad fiican dadka meeshan degan اینجا فرق زیادی با عراق و کشورهای عربی داره. توی کشورهای عربی فقط زن‌ها آشپزی میکنن و نظافت میکنن و از بچه‌ها نگهداری میکنن. ولی خب اینجا اینطور نیست. وقتی زن کار میکنه خب شخصیت قوی تری هم داره. منم کار میکنم و وقتی برمیگردم خونه خیلی خستم. اما وقتی میرسم خونه دیگه خیلی ساکتم، یعنی میتونم اون تفاوت رو احساس کنم تا وقتی که توی خونه هستم یه آدم متفاوتی هستم. تغییر اساسی هم توی زندگیم اینه که خب گواهینامه رانندگی گرفتم و رانندگی میکنم. زنها توی آمریکا باید رانندگی یاد بگیرن، اما مردا که رانندگی بلدن. زنها تو آمریکا واقعاً باید رانندگی یاد بگیرن، یعنی زنها باید انگیزه داشته باشن که رانندگی کنن و برن سر کارشون. من میخواستم ماشین بخرم چون توی موقعیت متفاوتی بودم. گاهی وقتا بعد ساعت 3 صبح میرفتم و هیچ وسیله نقلیه‌ای نبود و گاهی وقتا تو کافتریا باید تا صبح صبر میکردم که اتوبوس بیاد. پس با همسرم حرف زدم و گفتم که ماشین احتیاج داریم بخریم. در عرض 1 ماه امتحان رانندگی دادم و گواهینامه رانندگی گرفتم و ماشین خریدم و همه چی خیلی آسان تر شد. دیگه با ماشین میرفتم سر کار.
گاهی میرم خرید و بچه‌هامم با خودم میبرم. ما بچه‌هامون رو با خودمون میبریم و خانوادگی میریم بیرون. و خب زندگی توی آمریکا برای من خیلی راحت تر شده، یعنی خیلی راحت تره برام اینجا زندگی کردن. کار ما خیلی کند شده، چون تو زمستون مسافرها مثل تابستون به دنور نمیان. تو تابستون مسافرهای زیادی هستن، تغییر بزرگیه. حالا خب یه ذره کسب و کارمون کند شده. قبلا 5 روز کار میکردم، روزی تقریبا 8 ساعت. منتها خب الان فقط 30 ساعت تو کل هفته، تو 7 روز هفته فقط 30 ساعت کار میکنم. میگم خیلی کار کند شده. من 5 ساله که اینجام و فکر میکنم 5 سال زمان زیادی باشه، اما خب خیلی چیزای زیادیه که حالا برای من خیلی آسون تر شده نسبت به زمانی که تازه اومده بودم امریکا. واقعا زندگی توی آمریکا خیلی زیباست. ما هم خوشحالیم که اینجا یه کسی هست که بهمون کمک کنه. اینم جنیفره. سلام علیکم. همونطور که میبینیم ما به عنوان خانواده با هم کار میکنیم و با هم غذا میخوریم. این مکسه، اینم جنیفر. این خواهره و اینم آدم که برای خودش غذا میکشه. البته تو سودان زن باید غذا بیاره برای مرد بکشه، اما شکر خدا اینجا خیلی فرق داره. خب زبان برای ما راحت تر شده، فهمیدن آدم ها راحت تره، فهمیدن لهجه امریکایی ها، همینطور زندگی تو امریکا. خب حالا من زندگی امریکایی ها رو میفهمم، ولی مشکل میدونی؟ مشکل ما اینه که دلمون برای کشورمون تنگ میشه. خب کشورمونه، وطنمونه، خونه است، میدونی؟ من دلم برای خونم تنگ میشه، دلم برای کشورم، برای جایی که ازش اومدم تنگ میشه. تو کشورمون ما کارا رو گروهی انجام میدیم. گروهی با خانواده‌مون غذا میخوریم، گروهی کار میکنیم و به زبون قبیله خودمون حرف میزنیم. راستشو بخوای دلم برای فامیلام، دلم برای دوستایی که اونجا داشتم تنگ شده. میدونی حقیقت اینه که برای من زندگی تو امریکا راحت نیست، اما برای خانوادم خوبه امریکا و من به خاطر خانوادم این کارو کردم. وقتی پیر شدین کجا خواهیم بود؟ البته انشالله زندگی طولانی و خیلی سالمی داشته باشین، ولی وقتی پیر شدین خودتون رو کجا میبینین؟ وقتی پیر شدم دوست دارم، میخوام بدونم که وظیفم رو برای بچه‌ام انجام دادم. وقتی پیر شدی میخوای کجا باشی؟ وطن من. کشور من. روز سومی که اومده بودیم اینجا با خانوادم رفتیم خرید مواد غذایی. اونجا یه خانم اهل سومالی رو دیدیم که خب به نظر میرسید خیلی وقته که داره تو امریکا زندگی میکنه. نکته جالب اینجا بود که نیومد سراغ مریم که بهش خوش آمد بگه و مریم خیلی تعجب کرده بود از دیدن این رفتار، از اینکه این خانم حتی سلام هم نکرد. اما خب وقتی مردم مدت طولانی اینجا زندگی میکنن با فرهنگ اینجا تطبیق پیدا میکنن. به نظر من کار اشتباهی میدونی نمیکنن، فکر میکنن به همین عادت کردن.
اینکه سرشون تو کار خودشون باشه، خرید خودشونو بکنن. میدونی به نظرم برای پرنده‌های جدید دیدن اینجور رفتارهای مقدار سخته. اینکه مردم سومالی که قبلتر از ما اومدن اینجا کمی متفاوتن. خب میدونی یکم برای ما طول میکشه تا به این شرایط جدید و این رفتارا بتونیم عادت کنیم. اینا عکسای ما از عراقه، آلبوم عکسای بچه‌ها و آلبوم‌های خانوادگی. وای خیلی وقت بود منتظرشون بودم. خب امروز روز بزرگیه. از کار برگشتیم و دیدیم ماشین پست وسایل ما رو آورده. این بسته ها از راه خیلی خیلی دور اومده، میدونی از عراق. ما خیلی وقت بود که منتظر بودیم که بسته هامون از عراق برسه. امروز خیلی روز بزرگیه. این کار منه. این آلبوم مربوط به جرثقیل منه. ببین این جرثقیل منه. ببین چقدر بلنده. وقتی اینو میبینی چه حسی داری؟ دلم خیلی تنگ شده. به اونا گفتم راننده جرثقیل بودم، نمیتونستم اما ثابت کنم که چون هیچ عکسی همراهم نداشتم. اینا رو با خودمون نیاورده بودیم، اونا رو تو همین بسته تو خونه پدرم نگه داشتیم. بهشون گفته بودم شاید برام مثلا اتفاقی افتاد، کسی چه میدونه، شاید اصلا آمریکا نرسیدم. اما اگه اتفاقی افتاد این هدیه منه برای خانواده‌ام، لطفا مراقبشون باشین. پدرم عکس‌ها رو نگه داشت. عکس‌ها برای پدرم مثل یه گنجینه بود. درباره پول با من حرف نزنین چون پول میاد و میره، اما این عکس‌ها گمشه هیچ وقت بر نمیگرده. این اولین عکسیه که من و تو با هم گرفتیم. درسته؟ خیلی سخت بود. باورم نمیشه که تونستیم اونو بگیریم. به خصوص با همه این آلبومایی که صدها عکس توشونه. وقتی که می اومدیم نمیتونستیم اینا رو با خودمون بیاریم و خدا رو شکر که حالا بسته رو گرفتیم. باورم نمیشه. امروز برای ما خیلی روز ویژه‌ایه. چند روز پیش تولد من بود و مثل اینه که دوباره متولد شدم و هممون اینجا هستیم که با هم جشن بگیریم. این بهترین هدیه. بهترین هدیه است.